مقامات تاجیکستان روز 6 نوامبر درباره نتیجه‌های رید خبر دادند که با بازداشت بیش از 600 طفل کارگر خیابانی انجامیده است. این رید که از جانب وزارت امور داخله برپا شد معلوم کرده است که صدها کودک در کوچه و بازارهای کشور با طلبندگی و همکارهای دیگر روز را شب می‌کنند و در بسیار حالت‌ها تامین کننده اساسی عائله‌های خود می‌باشند. بعد مشخص شدن هویت و هم والدان این اطفال کودکان به عائله ها برگشتند، ولی بعضی والدان از روی قانون مسئولیت پدر و مادر جریمه بندی شدند. اطفال یتیم و بی سرپناه به تربیت یتیم خانه و اینترنت ها میگذرند. همکارم مومن احمدی که این موضوع را پیگیری کرده است حالا از دوشنبه در خط همراه می شود. مومن بگوید آیا مقامات این 630 طفل خیابانی را در چه شرایط بازداشت کردند و اصلا هدفهای این رید چی است؟ بله خیرامان، بر اساس یک رید مشترکی که وزارت کارهای داخلی در یک جایگی با حکومت‌های محلی در شهر و نواحی تاجیکستان انجام داده است، بیش از 600 کودکی که یا نورسی که در خیابان‌ها به طلبندگی مشغولند بازداشت شدند. طبق اطلاع رسمی این کودکان پس از شناسایی از بازداشتگاه روان شدند و دلیل این رید هم جلب کودکان به تحصیل و دور کردن آنها از مهنت مجبوری بوده است. طبق اطلاعی که این نهاد دسترسی ما گردانید، آن پدر و مادری که کودکان خود را به طلبندگی مجبور کردند بر اساس قانون درباره مسئولیت والدین جریمه شدند. همچنین گفته می شود اون کودکانی که واقعا امکانی تعلیم گرفتن ندارند، امکانی تحصیل کردن ندارند، یعنی شرایط مالیوی اشان نمیرسد، با توصیه این نهاد به مکتب اینترنت های مخصوص روان کرده شدند تا در آنجا با سر و لباس و خوراک رایگان تامین می شوند و همچنین امکانی تحصیل کردن پیدا میکنند. در تاجیکستان پدیده اطفال خیابانی نو نیست. در این باره تحقیقات سازمان‌های مدافع حقوق کودک هم در گذشته بسیار نشر شده است. ولی معلوم است که تنها با برگزاری رید و با قیدگیری این کودکان مجازات پدر و مادر نمی شود به مسئله این بخش جامعه رسیدگی کرد و کودکان را دوباره به تحصیل و تربیت فرا گرفت. ببینید خیرامان که اصلا بر اساس قانون‌های تاجیکستان در هیچ جا طلبندگی جرم یا قانون ویران کنی نوشته نشده است، اما طبق تحقیقاتی که سازمان‌های جمعیتی انجام دادند، در اکثری جلب کردن کودکان به طلبندگی مهنت مجبوری دیده می شود. از این رو مقامات‌های تاجیکستان نیز به خلاصه رسیدند که کودکانی که به طلبندگی مشغول می شوند بیشتر از تحصیل دور می مانند که عاقبت این کودکان می‌آورد آنها را به میبرد به آواره‌گردی و به خیابانگردی و بعداً رو می‌آورند آنها به قانون شکنی. از این رو گذراندن چنین ریدها را مقامات تاجیکستان خیلی ضروری در شرایط کنونی می‌بینند. اصلاً طلبندگی در زمان جنگ داخلی شهروندی که اکثر خانواده‌ها به سرپناه ماندند و سرابان خانواده خود را از دست داده بودند خیلی اوج گرفت و تا هنوز هم ادامه دارد. اما پس از ریدی که مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر و نواحی انجام دادند، ما مشاهده کردیم که شماری کودکان طلبنده نسبت ماه‌های پیش خیلی کمتر شده است و تنها ما بیشتر کودکانی را مشاهده کردیم که آنها معیوب هستند، محتاج هستند و دلیل طلبندگی خودشان هم به معیوبیشون رفت میدهند و ما بجز کودکان لولی تبار دیگر کودکان سالم رو مشاهده نکردیم امروز که به طلبندگی مشغول باشند. تشکر. همکارم مومن احمدی بود از دوشنبه.